امام راحل عظیم الشأن را انگلیسی ها سر کار آوردن. خدا قوتشون بده. مقام معظم رهبری کف کرده. آدم احساس میکنه که ضعیف و ذلیل، کنگره و سنای امریکا. ملت بزرگ ایران دندانهای مقام معظم رهبری رو در دهانش خرد خواهد کرد. مقام معظم رهبری ادعای خدایی میکنه، حد خودشو نمیشناسه، تجاوز از حدش میکند، تو همه جای دنیا دخالت میکنه. تردید نکنید، چپ میکنه. شاهد این موضوع هستیم در پیک شادی پنجشنبه هفته آینده. تردید نکنید، در پیک شادی